نسترن و شمع و گل و انجمن و سبزه و دشت و دمن و یوسف گل پیرهن و آهوی دشت ختن و قمری و زاغ و زغن و هدهد و سیمرغ و دگر جمله مرغان، همه در وصف جمالش، همه در وصف کمالش، همه در وصف جلالش، همه در وصف نخالش. بخوانم آنچه کوه و کمر و بحر و بر و کعبه و سنگ و حجر و زمزم و میزاب و دگر صفحه ماهی، بروجات و سحابات، نهفلات و با عرض سناوات، شلوها و قلم و کرسی و تا عرش معظم، همه در وصف جمالش، همه حیران کمالش، همه حیران مقامش. به آهنگ خوش الحان بگویند، نویسند، بخوانند و بدانند که حبل بازی یک سر کوفیان تا ببینیم چیست این رهناز. شمردون مرسوی میدان کن نظر، من نظاره کردم ای بیدادگر، یک جوان بر سر نهاده خود زر، دیدمش ای وی شد خاکم به سر، ار چریزی خاک بر سر ای لین، معجزی دیدم که بر من شد یقین، معجز از نور رخش دیدی مگر، آری کرده میدان را منور چون قمر. میشناسی کیست این بدر منیر؟ آری امین ظاهرا باشد محمد. ای امین نیست پیغمبر بدان ای پرجفا، پس که باشد ابن سعد روسیا. اکبر است اکبر است دارد به سر افغان شیر، آه فریاد از غریبی حسین، گیر این تیغو سرش نزد من آر، هی پماید زین جوان گل ازار، هر کس هوای سلطنت ملک ری کند، باید زکین فرس رازم هی کند، هنگ ستیزه را به تکاپو در آورد، کار علی اکبر فرخنده طی کند. ای زاده بقاس نیم قولت و قائل، اکنون کنم از لعل لبش حل مشاکل، بینم ز کجا آمده این یوسف ثانی، یک تن بر همه لشکر ما گشته مقابل. ما شاء الله تعالی و تقدس احدا یا صمدا، قادر قیوم خداوند خدایا. این کیست این یوسف ثانیست، این یا آب حیوانیست، این ساقی خم ماست، این یا ساغر جان هاست، این گلهای سرخ و سرد بین بر قرم دریا کرد بین، آشوب در بر آورد آشوب بر داورد بین، لشکر 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 مست و پریشان میرسد با گوی و
چوگان میرسد، یوسف به کنعان میرسد. این کیست این حوضا جنودل عاشقین، از آسمان خوشتر شده گویا ز چارم آسمان. عیسی پدید آمده لشکر لشکر، لشکر لشکر جوان هاشمی مستم پریشان توام، موقوف به فرمان توام، اسحاق قربان توام. هذا جنود العاشقین، این کیست این، این کیست این، این کیست این. ماشاءالله مرحبا بر این جوان ماهرو، آمده بر سوی میدان ایستاده رو به رو. رخش چون ماه و ابرویش دو گیسوی کمان، چشم باشد مشعل سوزان دو ابرو مو به مو. چون دهن گنچه گشاید از برای وصف حیران مانده ام، او بس ره را بر عدو. مردمان گویند پیامبر آمده بر سوی راست، مرشد جبریل آمد اندر این میدان برای گفتگو. ولی دیگران گویند علی آمد به دشت کارزار، یا که بنماید قصاص و خون بریزد بر عدو. ما تو حیران مانده ام زین نوجوان هاشمی، لب فرو بستم نمی سازد چرا او گفتگو. کیسی کیسی ای آنکه ما از رخت حیا می کنم، سخن نگفته چهره